هیچی به اصطلاح 100% درست 100% غلط نیست، ولی یه واقعیتی وجود داره که این سینمایی است که ما داریم الگو الان شده مثلا کره جنوبی، اونا عمیق‌تر، درست‌تر و به اصطلاح راحت‌تر فیلم دارن. حالا من وارد بحث، ما تو پزشکی بحثی داریم بهش میگن ناز مهارت‌های دانایی. فقط تو کلاس میشونیم دانشجو رئیس دانشگاه دروغ میگه و شما هم دروغ میگید. به من تهمت دروغگویی زد چون نمیدانید. به من تهمت دروغگویی زد. بله. به من تهمت دروغگویی زد. بله. به من تهمت دروغگویی زد. بله. تأسف داره. عصبانی نشو، آرام. علما، دانشمندان، فرهنگیان، هنرمندان، اصناف، بازاریان، پیشوران، پیله‌وران. یکی دیجیتال مارکت اکت، یکی دیجیتال سرویس اکت. The secretary دکتر الگا امن علیکم داداشه دستیکوریات سکرتری دکتر اومدیم سوار ماشین کردیم، معاون وزیر خارجه کله منو گرفت، این دهان منو بوسید، به من گفتش که کسی تا حالا با اینا اینجوری صحبت منطقی نکرده، چون ما نه داد کش. من به فکر گرسنه، من میگم بابا تو ایران یارو 1 میلیون تومن 2 میلیون تومن با دوا بخره مادرتون. وقتی آماندا رو اومدیم سوار ماشین کردیم، معاون وزیر خارجه کله منو گرفت، این دهان منو بوسید. استخر رو درست کردیم، 2 تا استخر کنار هم که زن با دخترش، مرد با شوهر. آرام. اونجا که میخواستیم دسترسی پیدا نکردیم. خب کی مقصره؟ یه بخشی رو من فراموش کردم و اون هم رایگان کردن خانم‌های باردار هست. No, what are you doing? What are you doing? No, what are you doing? What are you doing? Stop! Don't know. It seems like you're trying to speak. مردی زیرکتر و حق بازتر از تو ندیدم.
never get back, so I'm always on low. And I got eyes on. من لایه اوزان رو سوراخ کردم. من یه مرد رو کشتم با یه انگشت شست. amar, pero pocas con amor y solo queda soñar. Lo queda